برو به اون رئیستم بگو. با منی؟ آره دقیقا با خودتم. باریکلا. ناصر سرخاب اهل باج دادن نیست، اون معامله به هم خورد. علنگاش هم نفرسته سراغ من. آفرین. اینم با هم بودی؟ دقیقا با خود بودم. باریکلا. زغالش داشت تموم میشد. اولا که آقا پسر برازنده خودته، قربون اون نقاشی دستت برم. یه بازو هم باس ما بگی عشق کنیم. من دنگی کسی نیستم، صابر ساقیم. خیلی از محله هم یاقی صدا میکنم. الان هم اسرائیل بدهکارام. نه؟ آره. ببین ساقی، همه اینایی که گفتی تو محل خود، اینجا محل و قلمرو منه. باریکلا. تا الان هر چی گفتی گوش کرد. بیشیم بینیم بابا. بشین بابا. بابا تو محل ما این کارا جلو بچه محله ما. صابر ولش کن، مال این حرفا نیستش. به تو نمیخوره. خودش پولو برمیداره میاره میده. داشته اگر میدونم بچه خوبیه. زود نقد الان. رو برده بیا. یواش نه. بالا هم بگو بچه ملات بشته من که پول مردم نمیخوری. برو پولو اتو ماشی برده بیا. اندازه چک. اول پول بعد چک. چی شد؟ برو بابا بودو. مایی جان. تو اینو تیز میکنی هر روز؟ آره هر رو نکنم. نه دیگه. گردن جوون مردم برید ببینم. بابا این ناحق بود و حال نکردم. تو اون داره تو اونشو میدم. اول پولو ببین بعد تو اومده. اونجور بچه ای نیست. میاره نمیاره؟ میاره. میاره. ماهین جان. کام بگی. چشم. شرمندتم بحث این معلوم محل نی. بحث حقه.